بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نظر به درخواست یک تعداد دوستای گرامی ما که در مورد نصاب زکات زیاد سوالا میکنند، خصوصا دوستایی که معلومات کافی در این موارد نداره، خواستیم که چند کلمه را متعلق وجوب زکات گپ بزنیم در مورد نصابش. ما در زکات دو چیز اصلی داریم که یکی اطلاع است، یکی هم نقره است. در شریعت اسلامی برای اطلاع و نقره نصاب مشخصی تعیین شده که اگر کسی صاحب 20 مثقال طلا شود و یک سال سری امی طلا بگذره، ولو که اطلاع هر نوع باشه، چی امو طور افتاده باشه، یک پرچه یا چی ظرف یا وسایل دیگری باشه، سال سرش تیر شود، سری نمی طلا زکات میشه. زکات از این نیم مثقال است، به خاطر که از 40 حصه یک حصه جور میشه، چرا که 20 مثقال اگر ما تقسیم کنیم در 40 دیگه نیم مثقال میشه، از 40 نیم مثقالی نیم مثقال طلا زکات میشه. همچنان برای نقرم در شریعت اسلامی یک نصاب خاص وضع شده که عبارت از 200 درهم شرعی است که هر 10 درهم از او 7 مثقال می باشه که مجموعه 200 درهم 140 مثقال میشه. البته چون نقره همیشه به مسئله ترازو و طول چی میشه، 52.5 توله که زرگرایی را طول میکنه، 52.5 توله نصاب نقره جور میشه. یا زمانی که یک سال سرش تیر شوه زکات دیش واجب میشه و باید زکات پرداخته شوه. در اموالی که ما و شما در تجارت هاست، در این چیز هاست، کلش قیاس سری نمی طلا و نقره میشه، برای از یک نصاب مشخص و خاصی ذکر نشده. البته در مواشی در شریعت اسلامی نصاب خاصی ذکر شده، مثلا در شترها که 5 شتر باشه و او اکثر سال در صحرا میچره و بعد از یک سال بگذره، بعد از او در اونجا یک گوسفند زکات میشه، بعد از او در هر 5 شتر یک گوسفند میشه تا که در 25 شتر برسه. پس از او باز از 25 شتر که بالا شد آلی یک شتر زکات میشه. در نصاب گوا تا وقت در 30 گو برسه باز سال سرش تیر شوه و اکثر سال در صحرا بچره، زکات واجب میشه. و همچنان در بوز و گوسفند وقتی که در 40 عدد برسه سال هم سرش تیر شوه و اکثر سال هم در صحراها بچره، در او صورت زکات واجب میشه. برای چیزهای دیگری که مالای تجارت است، اگر رخت است، اگر مال تجارتی دیگری است، کلی از جا قیاس سری طلا و نقره میشه. در شرایط فعلی ما چون طلا قیمتش خیلی اضافه است و نقره قیمتش کمتر است، نظر به نفع فقیر اصل مال در این صورت نقره شمرده میشه و مال تجارت قیاس سری نقره میشه. کدام نصابی که برای نقره باشه، یعنی قیمت 52.5 توله نقره در بازار شوه، مال تو اگر به قیمت 52.5 توله نقره میرسه، اینمی مال نصاب زکات است. اگر سال سرش تیر شوه از اینمی مال تو زکات میدی. یک گپ مهمی که در مورد وجوب زکات در اموال غیر طلا و نقره است امی است که در اون مال زکات میشه که برای تجارت باشه. اگر مال برای تجارت نباشه زکات دیش نیست. مثلا یک انسان 10 خانه داره که مردم در او کرای میشینه، 10 دکان داره که کرا داده، 10 موتر داره که کار میکنه، 10 فابریکه داره که کار میکنه. هر وسیله که برای تجارت نباشه بلکه برای تولید و برای نموی امو فایده خود باشه، در اصلی وسایل زکات نیست، بلکه در اونجا زکات در آن چیزی که فایده میشه در او زکات میشه. بله، اگر کسی همین دکان برای تجارت خریده باشه که میفروشه، موتر برای تجارت خریده که پس میفروشه، جای زمین، خانه را، رخت، هر چیزی را که برای تجارت خریده باشه در او زکات میشه. یعنی غیر از طلا و نقره مالهای دیگه که زکات دیش واجب میشه وقتی واجب میشه که او برای تجارت باشه و نصابش برابر نصاب نقره برسه. چرا؟ نصاب نقره در این شرایط کمتر است. زمانی که قیمت اونمو اموال به نصاب نقره رسید،
بعد از او سال سرش تیر شد، زکات سرش واجب میشه. عالی از هر 40 حصه یک حصه است. اگر یک آدم 40 لک افغانی داشته باشه، 1 لک افغانیش زکاتش میشه. اگر یک آدم 80,000 افغانی داشته باشه، 2,000 افغانی زکاتش میشه. چرا که 40 حصه را میده، 80 تقسیم 40 بکنی 2,000 میشه، 80,000. همچنان اگر 1 لک افغانی داشته باشه، وقتی تقسیم 40 بکنی 2,500 افغانی زکات میشه. از او خاطر قانون عمومی است که همیشه کسی زکات میده همون مال که در دسترس داره تقسیم 40 کنه، چی طلا باشه، چی نقره باشه، چی مال تجارت باشه، و از اونمو زکات خود میکشه. در اموالی که زکات داری واجب میشه فقط 2 شرط است. یک شرط است که در نصاب رسیده باشه و دوم است که سال سرش تیر شده باشه. تنها اختلاف در زیورات زن است که از طلا باشه یا نقره باشه آیا دو زکات هست یا نه. یک تعداد علما قائل به است که دو زکات نیست، اما قول راجح است که دو زکات هست و او 20 مثقال به اعتبار گرام امروزی ما و شما 85 گرم است. اگرچه بعضی علما دیام اختلاف دارد، بعضی 91 گرم میگه، لیکن قول راجح در اینجا 85 گرم است. زمانی که زیور یک زن در 85 گرم برسه سال سرش تیر شود، زکات سر از او هم است، باید بپردازه. حالی بس اوقات بعضی مالها قرض می باشه، سر کسی در دسترس خودت قرار نداره. قرضا عموما 2 قسم میشه. یکی او قرضای است که حتی تو امید پس گرفتن نداری و حتی نفری که قرضدارت است از تو آدرسش گم شده، در این طور قرضا زکات نیست تا وقتی که پس در دستت پولت نآمده. و پولم که در دست آمد از سالهای سابقه سرت زکات نیست، بلکه از سالهای آینده سرت زکات است. اما قرضایی که امید پس دادن نداره، خودی قرضدار هم قائل به دادنش است، در این جمع علما 2 نظر داره. یک تعداد قائل به است که در اینجا تا که پول در دستت نآمده زکات نمیدی، خب ولی پول اگر در دست آمد از سالهای سابق هم باید زکات بدی. او یک تعداد علما میگه چون امی قرض بالای کسی است که اقرار اعتراف بالای پول داره اما تا الحال برای تو نپرداخته، از او خاطر تو زکاتش داده بره. احتیاط هم دمی است، چرا که در زکات انسان گم نمیشه. پول زکات خیلی هزینه خیلی کم است. از امو خاطر است که الله متعال شفقت و مهربانی بالای بندگان خود کرده، ما را مکلف به چیزی خیلی زیاد نکرده که از وسع توان ما بیرون باشه. انسان در همچو امور از بسیار تسامح کار بگیره، یعنی چیزی زیاد بده. مثال مثال وقتی مسائل صدقه فطر میه، یک تعداد مردم حتی قیمتی که در منډی کابل است از برای گندم، امو 1 چارک گندم قیمت کابل در صدقه فطر میده، در حالی که امو گندم در خانه از او در قریه از او قیمتی که در منډی است بالا می باشه. باید اگر این گندم میداد دمی قریه خود دیگه مجبور بود که او را به قیمت بالا می خرید و او را می پرداخت. اما با تاسف در این مورد در این مسائل مردم ما بسیار تنگی میکنه، از تسامح و از فراخدلی کار نمیگیره. باید چیزی زاید بده، هیچ کدام چی مضایقه نیست، بلکه هنوز خوب میشه، چرا که در پرداخت حق الله متعال انسان بخیل نباشه، باید چیزی زاید بده. از همون خاطر است که در اکثر در صدقه فطر مردم هم 1 گندم ما کم گرفته، چون در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم گندم خیلی قیمت بود. اما 1 چارک گندم برابر نیم سری جو قیمت داشت یا نیم سری خرما قیمت داشت، از او خاطر 1 چارکش کفایت میکرد. اما در شرایط فعلی ما در عصر حاضر ما گندم قدر قیمت نداره. بهتر است دوستای ما از خرما، از کشمیش، از جو یا از برنج چیزای قیمتی دیگری را در صدقه فطر بدهند. مثلا ما الحمدلله همیشه برنج حلال را میگیریم و صدقه فطر 1 نفر تقریبا 3 کیلو باز که 2.77 گرم میشه. ما همیشه 3 کیلو ان شاء الله میدیم به خاطر که در یک نوع تسامح باشه. و ماه مبارک رمضان است، انسان باید دلسوزی بالای فقیر داشته باشه و تلاش بکنی که مشکل یا حاجت مسکین حل شود. موضوع زکات هم همچنان است که انسان بعد از فراخدلی کار بگیره، بسیار تنگی نکنه، مال و منال خود شمار کرده و بعد از او از 40 حصه 1 حصه را بکشه، یعنی نصاب و
موجبات زکات است. چون در وطن ما و شما زیادتر مواشی وجود نداره، خصوصا در کابل در شهرهای چیزا نیست، اکثر مردم مالای تجارتی داره، طلا و نقره خیلی کم پیش مردم است. مالای تجارت زکات وقتی میشه که نصابش به نصاب نقره برسه. عالی باید در بازار پرسان شود که یک توله نقره چند است. 52.5 توله نصاب نقره است. قیمت 52.5 توله نقره نصاب زکات میشه. به طور مثال اگر یک توله نقره 1000 افغانی باشه، 52.5 توله 52,500 افغانی میشه. و معلوم شد که اگر امی توله 1000 باشه، نصاب زکات دیگه اموال هم 52,500 افغانی میشه، یعنی صاحب نصاب گفته میشه. البته اینطور نیست که راستی 52.5 باشه، بلکه توله نقره ارزان است. شاید ما تصور بکنیم که در 24,000 25,000 حتی در 20,000 افغانی 52.5 توله شود و در این مقدار پولی که کسی داشته باشه سال سرش تیر شود، بالکل زکات سرش فرض میشه و چلم حسی خودم میپردازه. بله، البته مصارف زکات به کی داده میشه؟ در قرآن کریم مصارف زکات مشخص شده. از جمله مصارف زکات یکی مسکین است. مسکین و کسی را میگه که چیزی نداره او نه کار و روزگار هم نداره. دوم فقیر است. فقیر رو میگه، البته اختلاف در بین علما است که فرق در بین مسکین و فقیر گاهی بالعکس میکنه، گاهی مسکین رو میگه که چیزی نداشته باشه و فقیر رو میگه که از یک واده را داشته باشه. کسی برعکس طور میگه. خب منظور از مسکین و فقیر اونمو مردمای است که نه دستشان در کار و روزگار میرسه و نه چیزی در خانه داره. اینی را به نام فقیر و مسکین یاد میکنه، برای از یا زکات داده میشه یا مصارف زکات است. دو طایفه ها شد. سوم طایفه عاملین زکات است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر مقرر بکرد کسی را وظیفه دار جمع کردن زکات، او را به نام عامل یاد میکنه. این شخص ولو که خودش غنی هم باشه، لیکن از اینمی مال زکات برش اجرت تعیین میشه، یعنی معاش تعیین میشه، از مال زکات برش داده میشه ولو که خودش غنی هم باشه. سه طایفه. چهارم طایفه که سرش زکات میشه و غلامایی هست که باید گردنایش آزاد شود. در زمان سابق غلام گرفته میشد و او غلام خرید و فروش میشد. کدام غلامی که مولا یا بادرش برش بگه که تو اینی قدر پول برام بیار تو آزاد هستی، این غلام مکاتب میگه. عالی مردم میتونه به اینمی طور غلام پولی خود بده تا او خود آزاد کنه. البته در شرایط فعلی ما یک مسلمان در قید ظالما افتاده، اختطافچا برده شه یا در قید بند کفار است و او پول مطالبه میکنه، مردم زکات دهنده میتونه به اینمی مردم زکات بده. این 4 طایفه شد. پنجم طایفه به نام غارم یاد میشه. غارم او را میگه کسی که برداشت تاوان بزرگ میکنه سر جان خود. مثلا دو طایفه نزاع قوی داره در یک موضوع در یک جای. یک طایفه میگه از مست و طایفه دیگه میگه از مست. اینالی اینمی آدم خوف داره که مبادا امی دو طایفه با هم مقابله بکنه، یکی دیگه خدا بکشه، بیا خیر است امی جای یک طایفهش بگیره، در مقابل جای چقدر پولی کسی را به طایفه دیگه بده. کی بپردازه؟ او طایفه خو مقابله داره، قطعی ازی نمی پردازه، خود ازی ذمه میزنه، به اون مردم میگه که اینی جای به فلان طایفه بده، در عوض ازی اینی قدر پول ما براتان میدم. این مردکه پولش کفایت نمیکنه برای خاموش ساختن امون نزاع. عالی مردم دیگه زکات داده میتونه تا او امو نزاع را حل بکنه. در اینمی مورد دیگه صورت هم داخل است. یک کسی یک پول بزرگ برای یک مردم جور بکنه، خودش پولش مصرف کرد اما نرسید، تکمیل کردن نتونست، میتونه زکات مردم بگیره و پول در سر برسانه. همچنان مسجد، همچنان چا، هر مرکز دعوتی و تعلیمی و عمل منفعه که یک کسی در ذمه خود گرفته باشه، اگر ایره تکمیل خودش کرده نمیتونه، میتونه که از مردم زکات بگیره و امیر تکمیل بکنه. البته قبض زکات خودش میکنه که خود ازی به نام غارم یاد میشه، یعنی برداشت تاوان بزرگ، بوج بزرگ سری خود کرده، از خاطر ایره غارم میگه. این 5 طایفه شد. ششم طایفه قرضدار است. یک آدم قرضدار است، قرضدارش هر روز خانهش تک تک کرده رئیس، اما پول نداره که به قرضدار خود بده. میتونه آدم زکات دهنده پول زکات خود به این آدم بده تا که قرض خود ادا بکنه. همچنان 7 نفر کسی است که او مسافر باشه، یعنی در وطن خود خوب مالدار است اما فعلا در یک وطن زندگی میکنه که هیچ چیزی امرایش نیست، از او خاطر تو زکات بریزی داده میتونی. 7 طایفه کسانی هستند که و در راه الله
مبارزه و محنت و زحمت میکنه. این صورت های متنوع داره. مثلا کسی برای دعوت روان است، کسی برای جهاد روان است، صلاح برش میگیره، برای آدم دعوتگر کتاب میگیره و ایره برای ازوا میده، ایام در جمله فی سبیل الله میره. هشتم طایفه که او مؤلفه القلوب است، یعنی در زمان پیغمبر علیه السلام یک تعداد مردم پیغمبر علیه السلام زکات میداد، به خاطر که نو یک کمی تمایل به اسلام پیدا کرده بود زکات میداد تا که او ایمان در قلبش قوی تر شود. و همچنان بعضی مردمایی که خیلی شریر بود یا خیلی رسوخ داشت در قوم، برای ازوا زکات میداد تا که قلبشان میلان پیدا بکنه طرفی اسلام. در مورد ازی یک تعداد علما قائل به است که منسوخ شد، چرا که الله اسلام عزت به شمشیر داده، لیکن یک تعداد علما میگه که نه منسوخ نیست. منظور است که عالم اگر ضرورت پیدا میشه به همچون معامله باید آدم انجام بده. یک نفر که خیلی زیاد رول داره اگر او را تو زکات بدی دیگه از شرش به امن میشه، مردم از شرش به امن میشه، بالکل برش پول زکات داده میتونی. این مصارف زکات است که 8 طایفه است و دینمی 8 طایفه باید زکات داده شود. البته کسی قرضدار باشه قرض خود معاف میکنه در عوض پول زکات، این صحیح نمیشه، چرا در زکات ایتا دادن را ضروری است. اما اونجا اگر در ذمه کسی قرض داری او سقوط است، یعنی یک عمل ساقط کرده، تکمیل هم نکرده و در زکات دادن است. از او خاطر در ساقط کردن قرض زکات مجرا نمیشه. دیگه موضوع که متعلق چی است؟ زکات است. اگر کسی غنی باشه زکات کسی را گرفته نمیتونه، خصوصا اگر خبر شد که این مال زکات است، برای آدم بگویه که ما زکات سرم نمیشه، به خاطر که اوطور نشوه که مال از او در حال که در عوض زکات میده و همونطور در صدقه بره. زکات یک امر فرضی است، اگر تکمیل نکنی ذمت فارغ نمیشه، در روز قیامت الله از پیشت سوال میکنه. اما مسئله صدقه یک امر زاید و جوانمردی است. بله اگر آدم غنی باشه و کسی مال زکات برش میده، آدم اگر میفهمه که من غنی استم و مردکه بفهمه که مال زکات است، باید همو صاحب زکات بفهمه که من زکات سرم نمیشه، آدم غنی مال زکات نگیره، چرا که حقوق دیگران او متعلق است، باید برای او داده شود. دیگه زمانی که مسائل زکات ما شنیدیم ان شاء الله، چون یک فریضه بزرگ اسلام است و الله متعال ما را مورد امتحان چنانچه در ابدان ما قرار داده، در اموال ما قرار داده و الله همیشه در قرآن کریم مقارن نماز زکات ذکر میکنه. در جمله عبادات مالی بهترین عبادت است، سبب تصفیه مال انسان میشه و قلب انسان هم توسط ازی تزکیه میشه، چرا که محبت مال گاهی انسان نعوذ بالله در راه انحراف میکشه. زمانی که با کمال محنت و زحمت تو مال پیدا کردی و او را زکاتش میکشی، دلیل و نشانه ایمانیت است، به خاطر که محبت مال سر تو غلبه نکرده در مقابل فرمان الله. از او خاطر فرمان الله را پورا کردن یک امر خیلی مطلوب است، افتخار یا سبب مرتبه بلند بردن مرتبه انسان میشه. ما باید این فریضه را ادا کنیم، خصوصا در رمضان مبارک تلاش بکنیم که جاهای خیلی مناسب پیدا بکنیم که در جاهای خیلی مناسب پول زکات ما از او فایده های بیشتر به دست بیاره، نشود که پول خود به دست پودری بدیم که برای پودر بخره و نشه بکنه. نه، پول باید در جای بدیم که بازم برنامه اسلامی را امرایش پیش ببره که پول ما یک ثمره داشته باشه، با است که هم ادای فریضه زکات شود و هم او طرف منفعت دیگری برای اسلام و مردم اهل اسلام داشته باشه. از این خاطر کوشش کنیم زکاتای خود در اسرع اوقات بکشیم و این سبب ازدیاد و پاکی مال ما و شما میگرده و محبت ما قیمت مال دنیا کم میشه، الله عوض ازیر زیاد میده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آیا میخواهید شما هم در لیست دعوتگران داخل شوید؟ بله حتما میخواهید. پس همین حالا شما هم میتوانید با پرداخت 50 افغانی یک حلقه دیویدی را با 6 موضوع مختلف از 6 عالم بزرگوار به یک فامیل هموطن خویش تقدیم نمایید. در مقابل 500 افغانی خویش 10 حلقه دیویدی با 6 موضوع مختلف به 10 فامیل. در مقابل 5000 افغانی خویش 100 حلقه دیویدی با 600 موضوع مختلف به 60 فامیل. پس همین حالا با ما به تماس شده و همکاری خود را آغاز نمایید تا زمینه توزیع برنامه‌های تولید شده به هموطنان عزیزمان فراهم گردد. در این صدقه جاریه حتما سهم بگیرید.
بعد از سهمگیری شما این دیویدی ها به طور رایگان توزیع می گردد. جهت سهمگیری خیش در این برنامه با شماره های ذیل به تماس شوید: 0700 71 28 14 0786 170 996. تلویزیون پیمان زمینه‌ساز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی در افغانستان و جهان.